الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. باز هم شکر میکنیم به خالق متعال که او خالق یکتایی که بر ما توفیق داد که باز هم یک درس از دروس خالق شناسی و توحید بخوانیم و این بزرگترین نعمت الله سبحانه و تعالی هست. الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله. وقتی انسان یک بنده خود دوست داشته باشه و او را بخواه که هدایت بکنه، دروازه توفیق برش باز میکنه. دروازه توفیق این قسم باز میکنه که او چند لحظه از وقت خود برای فهمیدن حق، چند لحظه وقت خود برای میتن. امی که ما و شما را الله متعال توفیق داد، این علامت دوستی الله با ما و شما هست. به خاطر ازی که بسیاری کسا هستند که خوب علم دارن، عقل دارن، دانش دارن، ولی ازی که برشان الله توفیق نداده، ای آماده نمیشه که گپ حق بشنوه. وقتی انسان آماده میشه که گپ حق بشنوه، کلام الله را بشنوه، آیات قرآن را بشنوه و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را بشنوه، این دلیل است که الله متعال قبول کرده. ببینین در مسائل دینی است که مثلا هر وقت ما شما در هر کار میخوایم، کسی که طلب میکنه عریضه نوشته میکنه. وقتی ما در یک پانتون میخوایم استاد شوم، عریضه نوشته میکنم و میبرم عریضه خودم به مو رئیس پانتون میتم و رئیس پانتون وقتی مرا ارزیابی میکنه و مورد پسندش واقع میشه، باز برای من اجازه میده که من چی کنم؟ من برم در صنف و درس بدم. ما و شما در هر رکعت نماز به الله متعال میگیم که اهدنا الصراط المستقیم. این خلاصی کل قرآن است. یا الله برای من هدایت بده به راه راست. این حال ما تقاضا میکنیم از الله سبحانه و تعالی که برای ما هدایت به راه راست بده و وقتی که الله قبول کرد، مثلا یک نفر مسلمان است، شما را کس پرسان میکنه تو خود مسلمان هستی، چرا همیشه دعا میکنی که اهدنا الصراط المستقیم؟ ما میگیم یکی هدایت علم است، از نگاه علمی ما فهمیدیم، اما از نگاه توفیق و استقامت به الله همیشه دعا میکنیم که یا الله برای من توفیق نصیب بکن و برای من استقامت نصیب بکن. اهدنا الصراط المستقیم. یا الله ما را هدایت بکن به راه راست. این حالی ای که ما در درس دین میشینیم، در درس ایمانی میشینیم، در درس عقیده میشینیم، احساس خوشی باید بکنیم که او ذاتی که رحمان رحیم است ما را پذیرفت در بین اقدر مخلوقات. وقت ما را پذیرفت برای ما توفیق داد که ما در درس بشینیم. شاید شما تجربه کرده باشین، یک کسی از دوستایتان باشه یا کسی از همسایه‌تان یا از کسی شناخته‌تان 100 مرتبه برش بگویی که بیا در درس دین بشی، وقتی توفیق نباشه به صدها قسم بهانه براتان پیدا میکنه و بالاخره یک کلمه حق نمیشنوه. اما ای که الله متعال برای ما توفیق داد که در درس اشتراک بکنیم، میفهمیم که الله ما را دوست داره و الله ما را پذیرفته هست. و وقتی که الله بنده خود پذیرفت، این میرای جنت برش باز میکنه، راه جنت رفتن برش باز میکنه. اینمی آغاز هست. خب دوستای عزیز، در موضوع امروز ما و شما بعد از اینکه حمد و ثنا و شکر الله را گفتیم و برای همه شما صحت و عافیت از بارگاه الله سبحانه و تعالی ما استدعا میکنم، همه شما را الله صحت بده و عافیت نصیب بکنه و والدینتان در زندگی و مرگ بیامرزه و همه ما و شما را الله در حفظ و پناه خود داشته باشه. امروز موضوع بسیار مهم است که او توحید الله سبحانه و تعالی هست. یعنی وقتی یک انسان مسلمان
با وجود الله سبحانه و تعالی قناعت کرد و یقین کرد که خالق وجود داره، پس نوبت میرسه به این که باید این انسان مسلمان عقیده داشته باشه به این که الله ذات یگانه هست. آیت قرآن امر میکنه فعلم انه لا اله الا الله. ببینین اینجا فعلم انه لا اله الا الله، یعنی پس علم حاصل کن یقینا که لا اله الا الله. در اینجا شما ببینید که کلمه فعلم امر است، پس علم حاصل کردن فرض از بالای خانم و مرد مسلمان، دختر مسلمان و پسر مسلمان، بالای تمام ما و شما علم فرض است. و چون ما مسلمان هستیم اولین علمی که بالای ما و شما فرض است علم توحید است، وحدانیت الله سبحانه و تعالی است. و به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال کامل در مکه مکرمه توحید درس میدادن تا مفهوم لا اله الا الله در قلب انسان جای بگیره. به می خاطر تمامی آیات قرآن عظیم الشان که شما او را ببینین، بخوانین، تفکر بکنین، علما و دانشمندای اسلام میگن که تمام آیات قرآن که در مکه مکرمه، یعنی فتره مکی هسته 13 سال اول نازل شده، تمامی آیات قرآن درباره عقیده توحید است. ایمان به الله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. تمامی از اینا را وقتی شما ببینین همین اصول و اساسات ایمان درس میده. پس فهمیدیم که این درسی که ما و شما شیشتیم و میخوانیم، این در حقیقت ما یک فرض از فرایض الله را ما انجام میدیم. ببینین ما و شما وقتی آیت قرآن میخوانیم که اقیم الصلاة، شما مردها و خانمهای مسلمان نماز ادا بکنین، پس ما و شما 5 وقت به خاطر یک آیت 5 وقت روزانه نماز میخوانیم. در این آیت دیگه که الله میگه که فعلم انه لا اله الا الله، اونجا امر به نماز است، اینجا امر به علم توحید است. پس این علم بالای ما فرض است. به خاطر او آیت قرآن ما و شما 5 وقت نماز خواندیم، چقدر وقت وضو گرفتیم، چقدر وقت منتظر نماز بودیم و چقدر وقت نماز خواندیم. اینا 5 وقت در یک روز وقت دادیم برای نماز خواندن، به خاطر که حکم الله هست، امر است که اقیم الصلاة. امر دیگه الله هست که فعلم انه لا اله الا الله. برای ما چقدر وقت دادیم. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال، رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه توحید درس میداد. چرا وقتی دوستای عزیز، چرا توحید مهم است؟ درس عقیده مهم است؟ به خاطر ازی که مجرد یک انسان اساسات توحید یاد بگیره و عقیده توحید به او یقین قلبی حاصل بکنه، تمام سوالات از این حل میشه. تمام شبهات و شکوکی که دشمنای اسلام ایجاد میکنه، چه شیطانهای انسانی باشه چه شیطانهای جنی، این شک و شبهه از قلب انسان دور میشه و قلب انسان به پذیرفتن حکم الله سبحانه و تعالی اوتو آماده میشه که دیگه برش هیچ مشکلی و هیچ سوالی و هیچ شبهه‌ای باقی نمیمانه. از این خاطر وقتی یک صحابی 13 سال عقیده توحید خوب هضم کرده و درک کرده، مجردی برش حکمی از احکام الله میه
اونجا دیگه برش سوال ایجاد نمیشه. فوراً یگانه چیزی که در ذهن از او میباشه او است که می حکم الله را چه قسم تطبیق بکنم. یک صحابی مثلا در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم هنوز شراب حرام نشده، این شخص تجارت شراب میکنه، بزنس میکنه، شراب میره از شام، و وقت شام سوریه اونجا بسیار شراب خوب و لوکس فروخته میشه، از اونجا میره شراب میره و در مدینه و بر مردم میفروشه. خب او وقت همون ظرفای سیستم وقت خودشان، وسیله ترانسپورتیشان هم همو حیوانات بود و ظرفایشان هم همو ظرفای همو عصرشان بود. دو دانه ظرف گلی هستند که اینا را ای از شراب پر کرده و به مدینه منوره میاره که شراب بفروشه. مجردی که داخل میشه در ساحه مدینه، یک صحابی دیگه با این ملاقات میکنه. این کسی که شراب آورده برش پرسان میکنه از جانب مقابل که در زمانی که من نبودم به سفر تجارت رفته بودم، آیا کدام حکمی از احکام الله نازل شده است؟ این صحابی برش میگه بله، آیت قرآن نازل شده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بناهن حکم نازل شده که شراب حرام است، قمار حرام است، فالبینی و فالگیری حرام است. متوجه هستین؟ نصب کردن بت‌ها و سنگ‌ها و کشتن حیوانات در مقابل مجسمه ها و بت‌های حرام است. این صحابی مبارک وقتی این حکم میشنوه، ببینید چقدر پول داره و با چقدر مالی کل تجارتش است. این فوراً سنگ میگیره، همین ظرف هایی که در بین از شراب است میدان میکنه و اوسو میپرته. این صحابی دیگه برش میگه که شراب خو حرام است، همین ظرفش این خو میشه که استفاده بکنی باز به کارت به تو عاجل نکو. او برش میگه که نه، من به خاطر یک ظرف حکم الله را تأخیر بکنم تا خانه برسم و حکم الله را شنیدم اینقدر طال بودم؟ نه 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 نه. بالا در پسش کردیم ظرف شراب کرد، ظرفش کرد، کلش میده میکنه و به دست خالی به طرف خانه خود، ولی با قلب پر از ایمان. اینمی ایمان در قلب صحابه از کجا شد؟ از یاد گرفتن اساسات ایمان. وقتی که انسان اساسات توحید میخونه، این در قلب انسان یقین حاصل میکنه. یقینه که تمام شک و شبهه را از قلب انسان دور میکنه و از بین میبره. اینال توحیدی که در قرآن عظیم الشان هست 6 قسم هست. اصلا تقسیم بندی اوجا نشده، لکن به 6 قسم، 6 موضوع در موضوع توحید در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده است. یکی توحید ذات است. بازی بعض علما همین 6 قسم، بعضی ها در 3 قسم خلاصه کردن، بعضی ها در 4 قسم خلاصه کردن. خب خلاصه اصلا 6 قسم در قرآن است که ما شما آسان بفهمیم. باز اگر میخوایم در تقسیم بندی هایی که علما کرده بازوره مختصر برای شاگردا و ترا بازوره میشه سرش بحث بکنیم یا بخوایم، کدام مشکل نداره. اول توحید ذات است. وقتی قرآن عظیم الشان شما بخونین، بس 10 آیت قرآن است که ذات خالق متعال به وحدانیتش، یعنی وحدانیت ذات معرفی میکنه. مثلا یک تعداد مردم آمدن از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردن در مورد ذات خالق متعال. او وقت این قسم بود که در عصر جاهلیت مردمای نصرانی یا کریستیان اونا میگفتن که 3 خدا هست، 3 معبود است: پدر، پسر و روح القدس. Son, Father, Son and Holy Spirit. حالا هم میگن
مردمای فارس که بودن اونا میگفتن که دو خدا هست، یکی خدای نور است و یکی خدای روشنایی هست. یزدان میگفتن، یزدان و ایزد خدای نور است و اهریمن میگفتن در امپراتوری فارس میگفتن که اهریمن خدای زشتی ها و تاریکی ها هست. پس اونا ثنویت داشتن، دو خدایی. نصرانی ها تثلیث داشتن، سه خدایی. و عرب های جاهلیت اینا تقریبا تعدد خدایا داشتن که در هر خانه یک معبود ساخته بودن و در اطراف کعبه 360 مجسمه را گذاشته بودن و ایره صورتهای مختلف معبودها. به این شکل در امپراتوری روم هم بت‌ها و مجسمه های زیادی بود که حتی امپراتور، پسر امپراتور، خانم امپراتور، اینا را کلشان خداهای خود میگفتن. خدایگان امپراتور، خدایگان فرزند امپراتور، خدایگان خانم امپراتور. آمدن از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم صف لنا ربک، تو برای ما خالقت معرفی بگو، ذاتی را که تو عبادت میکنی. اینجا خود سه خدایی است، دو خدایی در فارس است، تعدد خدایان زیاد در رومی ها و در نزد عربه ها هست. آیت قرآن نازل شد، جبریل امین علیه السلام آمد و به رسول الله صلی الله علیه و سلم امر الله را بیان کرد که قل، بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، هو او ذاتی که من او را عبادت میکنم، الله نام داره. این نام های گاد و خدایگان و اهریمن و یزدان، این نام های غلط است. هو او ذاتی که من او را عبادت میکنم نامش الله است. احد، یگانه هست. قل هو الله احد. الله الصمد، الله ذات بینیاز است. یعنی مثل پادشاه ها و مثل حاکمان نیست که نیازی به رئیس دفتر، نیازی به سکرتر، نیازی به کسی که تو را به او قریب بسازه، به او چیزها نیاز نداره. بینیاز است. به بنده خود، با علم خود، با قدرت خود بسیار نزدیک است. بنده خدا کاملا، هر بنده خدا اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، الله با علم خود به بنده های خود نزدیک است. بنابراین الله الصمد لم یلد، این برشان بیان کرد که او خالقی که شما مور براتان معرفی میکنم که او الله هست و یگانه هست، لم یلد، فرزند به دنیا نیاورده هست. یعنی نیازی به دختر و پسر مثل ما مخلوقات ندارن. لم یلد. و یعنی الله سبحانه و تعالی فرزندی به دنیا ناورده که پدر باشه. ولم یولد، و از کسی زاده نشده هست او خالق متعال که او پدر یا مادری داشته باشه. ولم یکن له کفوا احد، و همسری نداره و همتایی نداره و شریک نداره و مانندی نداره که به همراه از او شریک و مانند باشه. پس این آیت قرآن و آیات دیگه قرآن کلش میگه که الله سبحانه و تعالی به فرزند و به دختر و به پسر و به رئیس دفتر و به سکرتر و به این چیزها نیاز نداره. این توحید ذات است در قرآن عظیم شد. این که کسایی که به الله پسر نسبت میدن، باز اونا را گفتن این شرک در ذات است. بنابراین اگر کسی به الله میگه که پسری داره، او در شرک داخل میشه. این شرک در ذات میگن. اگر کسی میگه که الله دختری داره، بازم در ذات الله دختر شریک کرد، پس این شرک در ذات است. اگر کسی میگه پدر و مادری داره، شرک در ذات است. و اگر میگه که مثل و همتا و همسری داره، یا هم مثل الله پادشاه ها هست، رئیس جمهورها هست، این هم اونا را در ذات الله تشبیه کرده. و یا ای که میگه الله به سکرتر و رئیس دفتر و کسی که ما را به او قریب بسازه نیاز داره، این هم به ذات الله متعال اینا را شریک میسازن. الله متعال در ذات خود از تمام از این چیزها پاک است. پس توحید در ذات و شرک در ذات.
قسم دوم در آیات قرآن صفات الله سبحانه و تعالی هست. شما وقتی که قرآن عظیم باز میکنین صفات الله هست: الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین. اینا لکل از اینا هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. ما درباره از این اسما و صفات الله بحث کردم، تقریبا 1000 صفحه شد که هر نام الله سبحانه و تعالی را تشریح کردیم و این صفات الله هست. بناهن توحید صفاتی است که انسان مسلمان عقیده داشته باشه که الله صفاتی داره که مخصوصی از او هست. و وقتی در توحید صفات بحث میکنیم، انسان مسلمان در توحید صفات باید این قسم صفات الله را بشناسه که از ذهن خود مخلوق کاملا دور بکنه. وقتی ما میگیم که الله رحمان است و رحیم هست، مهربان است، در ذهن ما نباید مهربانی مخلوق باشه، چون مهربانی مخلوق ناقص است. مهربانی مخلوق مخصوص یک تعداد هست. یک کسی بالای یکی مهربان است، بالای کسی دیگر مهربان نیست و مهربانیش محدود است. پس اساس فهم عقیده توحید صفاتی است که وقتی میخوایم صفات الله را در قرآن عظیم الشان بفهمیم، در هر صفتی که بحث میکنیم در اونجا باید مخلوق از ذهن خود دور بکنیم. صفات شاید تشابه لفظی باشه، مثلا الله رحیم است، یک مخلوق هم میشه برش بگیم که رحیم و مهربان است. اما وقتی ما در رحمت الله گپ میزنیم، از ذهن خود باید کاملا مخلوق دور بکنیم، زیرا مهربانی مخلوق اما مهربانی است که به مخلوق شایسته هست. وقتی میایم از مهربانی الله صحبت میکنیم، پس الله متعال مهربانیش اما رحمت و مهربانی است که به ذات ذوالجلال و الاکرام شایسته هست. هیچ مقایسه در بین نمیشه. لیس کمثله شیء. این آیت قرآن باید همیشه در ذهن خود داشته باشیم که هیچ مخلوقی در صفات خالق مشابهت صفات از اونا مشابهت ندارد. این خلاصهش است. الله رحمان است؟ بله. رحیم است؟ بله. چه قسم؟ به مو قسمی که به ذات و جلال و عظمت شایسته هست. از این خاطر وقتی بعضی آیات قرآن میخوانیم که در قرآن عظیم شان نسبت دست به الله میشه یا نسبت وجه و روی به الله میشه، این ما و شما آیت قرآن میپذیریم، لکن میگیم امو قسمی هست که به ذات و جلال و عظمت الله شایسته هست و با مخلوق تشبیه نمیکنیم. چرا مخلوق وقتی که سرش بحث میشه، صفات مخلوق همیشه در اون نقصان میباشه و صفات خالق صفات کمال و صفات جلال و صفات عظمت است. این قاعده اساسی هست که باید انسان مسلمان وقتی در صفات الله، بسیاری کسایی که تخصص ندارن یا مثلا دقیق در این راستا نیستن، مجرد که یک صفت الله را بحث میکنن در اونجا باز از مخلوق گپ میزنن. والا این چطور میشه؟ دوست عزیزم، وقتی ما و شما درس میخوانیم، شما وقتی میین انسان مطالعه میکنین، هیچ وقتی در درس های انسانی وقتی از عقل انسان گپ زده میشه و از علم انسان گپ زده میشه، باز حیوان بحث نمیکنین. وقتی که از دست انسان گپ زده میشه، باز دست گاو و گوسفند در نظر خود نمیگیرین. میگین گاو و گوسفند حیوان است، اونا ساختمان فیزیکی خود دارن، اناتومی خود داره. این انسان صفات خاص خود داره و دستش فرق میکنه و صفاتش فرق میکنه. این نمی قسم که ما در قسمت یک انسان با حیوان مشابهت نمیاریم، به این قسم وقتی که میایم در صفات خالق گپ میزنیم، اینجا مخلوق از ذهن خود کاملا دور میکنیم. مخلوق بعضی صفات داره، شاید از نگاه لفظی مخلوق عالم است. اگه انسان میگه من عالم هستم، بله عالم هستی، لکن الله سبحانه و تعالی عالم هست. لکن بگیم برش که الله عالم است که عالم الغیب و شهاده هست. اما قسم عالم است که به جلال و عظمت از او شایسته هست. او عالم از غیب و آشکارا و کوچک و بزرگ، کلش برش یکسان است. اما ما و تو علم ما و تو بسیار ضعیف است. ما و تو اگر
یک چیز را میفهمیم، چیز دیگر را نمیفهمیم. در رشته خود اگر عالم هستی، در رشته دیگر جاهل هستی. اگر زبان دری را میفهمیم، دی پروفسور هستیم، در زبان چینایی صفر هم کس بر ما نمیده. حتی سلام علیکم و جورپرسانی را در چینایی ما و شما بسیاری کسا مثلا من یاد ندارم. بنابراین من در زبان چینایی جاهل هستم، در زبان فرانسوی جاهل هستم، در زبان ایتالوی جاهل هستم، در زبانهای مختلف کلش من جاهل هستم. تنها زبان فارسی را میفهمم. این حال خالق متعال عالم الغیب و شهاده کل زیر میفهمه. چه قسم علم الله را با علم مخلوق؟ لیس کمثله شیء. اینجا پس در صفات الله این نکته را باید ما و شما در نظر داشته باشیم و به یاد داشته باشیم تا عقیده ما در صفات الله عمی باشه که صفات الله صفات کمال است، صفات جلال است، صفات عظمت است، صفاتی که با خالق متعال شایسته هست و با صفات مخلوق هیچ مشابهتی نداره. و اگر کسی یک صفت از صفات الله را با صفت از صفات مخلوق تشبیه میکنه، این شرک در صفات میکنه. یکی شرک در ذات است، یکی شرک در صفات است. توحید در ذات است و توحید در صفات است. توحید در صفاتی است که الله سبحانه و تعالی صفاتی داره که در قرآن عظیم شان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این صفات بیان شده است. و این صفات کمال و عظمت است که به ذات ذوالجلال شایسته است. و این صفات ما با صفات دیگه مخلوقات تشبیه نمی کنیم و میگیم که لیس کمثله شیء. امی قسم که مثل ذات الله هیچ مخلوق نیست، امی قسم مثل صفات الله هیچ مخلوق این صفات نداره. این توحید است. این حال اگر کسی یک صفت از صفات الله را میگیره با یک صفت از صفات مخلوق تشبیه میکنه، اینجا چی شد؟ اینجا شرک در صفات گفته میشه. و الله متعال هر گناه را میبخشه و شرک نمیبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله نمیبخشه کسی که به او شرک بیاره و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، و میبخشه دیگر گناه ها را بر هر کس بخواه. سوم چیزهایی که در قرآن عظیم الشان است افعال الله است. در قرآن عظیم الشان الله متعال افعال خود بیان کرده: خلق کردن، حفظ کردن، روزی دادن، زندگی دادن، زندگی را گرفتن و شفا دادن. این کلش افعال الله سبحانه و تعالی هست. در این هم انسان مسلمان باید تقریبا 6 قاعده را باید بفهمه که اول باید افعال الله را بشناسیم. افعال الله را در قرآن و سنت بشناسیم که الله سبحانه و تعالی دارای اینی افعال جلال و عظمت است. خلق کننده الله هست، مرا الله خلق کرده. روزی مکی میته؟ الله میته. دست برم داده گفته کار بکن، زمین داده که از او استفاده بکن، وسایل داده، عقل داده، کلش. ولی روزی ما اصلا الله متعال برم تعیین کرده و مقرر کرده و مقدر کرده. پس روزی دهنده ما الله هست. وقتی من مریض شوم و اذا مرضت، ابراهیم علیه السلام میگه من پیغمبر هستم، من ولی الله هستم، پدر پیغمبرها هست و اولادایش و نوازهایش پیغمبر است. خود ابراهیم علیه السلام چی میگه؟ و اذا مرضت، وقتی من که پیغمبر هستم و ولی الله هستم و نبی الله هستم، خودم وقتی که مریض شوم فهو یشفین، الله مرا شفا میده. پس باید افعال الله را بشناسیم. دوم افعال مخلوق را بشناسیم. افعال خالق با افعال مخلوق تشبیه نکنیم و افعال مخلوق با افعال خالق تشبیه نکنیم. افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم. متوجه هستیم؟ پس افعال خالق چه قسم بشناسیم؟ اما افعالی که الله متعال خودش در قرآن بر ما بیان کرده که الله خلق کننده است. خلق السماوات والارض. الله ذاتی هست بر یکی دختر میته، یهب لمن یشاء اناثا، بر یکی تحفه میته دختر، و یهب لمن یشاء الذکور، بر یکی پسر میته، و بر یکی اردوش میته، و بر یکی هیچ اولاد نمیته. پس این صفات افعال الله هست. خلق کردن، روزی دادن، حفظ کردن. ان الله یمسک السماوات والارض. الله ذاتی است که آسمان ها و زمین حفظ میکنن که از بین نرن و اگر خواست از بین میبریشه.
پس این هم از افعال الله هست. پس افعال الله را میشناسیم که افعال الله افعالی است که به جلال و عظمت و بزرگی الله شایسته هست و هیچ مشابهتی با مخلوق نداره. افعال مخلوق هم میشناسیم که افعال مخلوق مثلا خوردن است، نوشیدن است، خواب کردن است، ازدواج کردن است. این کلش افعالی هست که به عاجزی مخلوق دلالت میکنه. اگر من نخورم دروزبات میمرم، اگر ننوشم از تشنگی میمرم، اگر ازدواج نکنم از بی فامیلی و بی خانوادگی دیوانه میشم. پس این چیزهایی که ما میکنیم این مربوط ما هست. خواب کردن و استراحت کردن و ازدواج کردن و خوردن. پس افعال خالق شناختیم که افعال جلال و عظمت است و افعال مخلوق افعال عاجزی و بیچارگی هست. افعال خالق به مخلوق نسبت نمیدیم. افعال خالق به مخلوق نسبت نمیدیم و افعال مخلوق به خالق نسبت نمیدیم و افعال خالق از مخلوق تقاضا نمیکنیم. چرا این توحید است. و بین افعال خالق و مخلوق هیچ تشبیهی نمیکنیم. چرا افعال خالق به جلال و عظمت شایسته هست و افعال مخلوق به همون مخلوق بودن شایسته هست. قسم چهارم توحید در عبادت است. عبادت الله سبحانه و تعالی. ما شما گفتیم که الله متعال میگه که فاعلم انه لا اله الا الله. پس ما باید اینجا لا اله الا الله را بفهمیم که لا اله الا الله چی هست. یعنی وقتی ما در قرآن میفهمیم که الله متعال بر ما میگه که شما مسلمان ها بگوین که ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم. چرا خاص تو را عبادت میکنیم؟ چون مشرکین در عصر جاهلیت میگفتن که ما الله را هم عبادت میکنیم و بعضی از بت‌ها و قبرها و مجسمه ها یا را هم عبادت میکنیم. الله متعال گفت که انسانی که موحد است توحید هی است که بگویی که ایاک نعبد و تو خاص تو را عبادت میکنیم. 6 قسم عبادت است. هر 6 قسم عبادت خاص برای الله گردانیدن این توحید در عبادت است. لا اله الا الله. الله متعال گفت اول شما باید معبودهای دیگر را نفی بکنین. وقتی میگیم که لا اله چی معنی؟ لا نیست، اله هیچ معبود مستحق عبادت الا الله بغیر از الله. این چیزایی که اینا معبود خود قرار دادند اینا کلش نفی میکنیم که اینا لا اله نیست، کسی مستحق این عبادت این چیزایی که شما قرار دادین الا الله مگر یک معبود به حق الله هست و ذاتی که محمد رسول الله که محمد رسول اسو هست. این حال در این کلمه توحید که از ما و شما با الله 3 تعهد میکنیم. این تعهدات اگر کس بفهمه و در طول زندگی خود این تعهدات حفظ بکنه این انسان موحد و یکتا پرست است و در آخر خاتمهش هم به لا اله الا الله میشه. و اگر این تعهدات حفظ نکنه خاتمهش خراب میشه. این تعهدات چی هست در کلمه لا اله الا الله؟ وقتی ما میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، یک کسی از شما پرسان میکنه که یک کسی یک کافر است کلمه لا اله الا الله را میخونه، میگیم که لا اله الا محمد رسول الله به معنای یک قرارداد است با خالق متعال، یک وثیقه هست. مثل که شما یک وثیقه نوشته میکنین قرارداد. پس ما وثیقه و عهد میکنیم با الله که لا اله الا الله محمد رسول الله. در این وثیقه در این تعهد لا اله الا محمد رسول الله چی هست؟ 3 تعهد است. تعهد اولی است که یا الله من با تو تعهد میکنم. یک کس از ما پرسان میکنه که استاد شما بگوین تعهداتتان با الله. ما میگیم بله. شما چه قسم با الله تعهد کردید؟ وقتی ما گفتم لا اله الا محمد رسول الله با الله تعهد کردیم. چه قسم؟ همیشه میگم یا الله تو ذات یگانه هستی و مستحق عبادت هستی و عبادت خاص بر تو هست. بناهن ما همین 6 قسم عباداتی که عبادات فکری هست، عبادات قلبی هست، عبادات زبانی هست، عبادات بدنی هست، عبادات مالی هست و عبادات تشریعی و قانونی هست. اینمی 6 عبادت خاص برای تو میکنم، برای کسی دیگر نمیکنم. تعهد اول من با الله هست که خاص تعهد داره.
عبادات و تعهدات هم دوشم. درست. مشکل نیست بانی. این حال ما عبادت چه قسم میکنیم دوست؟ بله؟ امرای عمر در ختم درس انشاءالله. دوستای عزیز، ما گفتیم که در لا اله الا الله 3 تعهد داریم. تعهد اولی که من از تعهد خدا بر شما میگم که من به امرای الله چی تعهد دارم. تعهد من با الله اینمی هست به اساس لا اله الا الله که یا الله بغیر از ذات تو من هیچ عبادت به کسی دیگه نمی کنم. تعهدم با تو است که امی عبادت های خدا کلش فقط خاص بر تو میکنم. عبادت خاص بر تو میکنم. 6 قسم عبادت است. عبادت فکری هست، عبادت قلبی هست 2، 3 عبادت زبانی هست، 4 عبادت بدنی هست، 5 عبادت مالی هست، 6 عبادت تشریعی تقنینی یا قانونی هست. یا الله من این 6 قسم عبادت خاص برای تو میکنم. باز اگر خواستین یک درس ما با شما سر اقسام عبادات میگیریم. دوم، یا الله بغیر از ذات تو از هیچ کس اطاعت نمیکنم، فقط اطاعت از احکام تو میکنم چون تو ذات الحکیم هستی. حلال تو برم تعیین کردی، حرام تو برم تعیین کردی، حق تو برم تعیین کردی، باطل تو برم تعیین کردی، جایز برم تو تعیین کردی، ناجایز تو برم تعیین کردی، خوب تو برم تعیین کردی و زشت تو برم تعیین کردی. یا الله من تعهد میکنم که احکام تو را اطاعت میکنم، چیزهایی را که گفتی امر کردی که بکن میکنم و چیزهایی را که نهی کردی که نکن نمیکنم. این تعهد دوم است. این را توحید در اطاعت میگن. سوم تعهد ما چی است که یا الله امی عبادت و اطاعت تو را به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدم. عبادت و اطاعت تو را به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدم. پس اینجا چی شد؟ 3 تعهد با الله شد. این حال این توحید در عبادت میگن. توحید در عبادت چی است که تمام عبادات مخصوص به الله بکنی. اگر یک قسم از این اقسام عبادت برای یک مخلوق انجام داده میشه، این مخلوق با الله در عبادت شریک میشه. پس شرک یک قسم نیست. شرک در ذات خواندیم، شرک در صفات خواندیم، شرک در افعال خواندیم. این 4می قسم شرک در عبادت است. امی قسم که 6 قسم توحید است، 6 قسم شرک در قرآن ذکر شده است. قسم 5مش اطاعت است. توحید در اطاعت است. توحید در اطاعت چی هست؟ که آیات زیاد قرآن هست که این آیات قرآن بر ما میگه که شما حکم الله را بالایتان تطبیق بکنین، اطاعت از احکام الله بکنین. این الحکم الا لله، حکم نیست مگر مخصوص الله هست. از این خاطر الله متعال میگه ولا یشرک فی حکمه احدا. الله در حکم خود کسی را شریک نمیکنه. یعنی امی قسم که در عبادت الله کسی را شریک نمیسازی، در اطاعت از احکام الله هم کسی را باید شریک نسازی. توحید در اطاعت چی هست؟ که الله بر ما نظام‌های مختلف زندگی را تعیین کرده. نظام عقیده را ما چه قسم عقیده داشته باشیم؟ حکم الله هست. چه قسم نظام عبادات ما باشه؟ الله گفته این عبادت است، اونمو را عبادت میکنیم. در نظام اجتماعی الله بر ما تعیین کرده که حق مادر چی هست، حق پدر چی هست، حق خانم چی هست، حق شوهر چی هست، حق طفل چی هست، حق مادر کلان و پدر کلان چی هست، حق همسایه ها چی هست، حقوق اقارب چی هست، حقوق شهروندا. به این شکل الله متعال برای ما حق هر کسی را در نظام اجتماعی تعیین کرده است. همین قسم در نظام اخلاقی الله بر ما تعیین کرده که احکام که اینی اخلاق است،
اینی اخلاق نیست. اینی خوب است، اینی زشت است. اینی قسم اخلاق داشته باشین، با خالقتان چه قسم اخلاق داشته باشین، با خلق الله چه قسم اخلاق داشته باشین، شخصیت خودتان چه قسم حفظ بکنین، چه قسم باید با شخصیت زندگی بکنین. این در نظام اخلاق اسلام است. پس ما تقریبا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الایمان بدء و سبعون شعبه، ایمان 70 چند شعبه داره، یعنی احکام بسیار زیاد احکام الله هست. و باز این ما خلاصه کردیم در 12 نظام اعتقادی هست، اولش، دومش نظام عبادات هست، سومش نظام اجتماعی هست، چهارمش نظام اخلاقی هست، پنجمش نظام سیاسی هست، ششمش نظام قضایی هست، هفتمش نظام تعلیمی هست، هشتمش نظام فرهنگی هست، نهمش نظام اقتصادی هست، دهمش نظام مالی هست، یازدهمش نظام دعوتی هست، دوازدهمش نظام جنگی و مثلا محاربوی و نظام جهادی هست. این نظام های الله هست. پس انسان موحد در توحید اطاعت کسی هست که اهمی احکام الله که الایمان بدء و سبعون شعبه هست، این کلش تطبیق میکنه بالای خود و قانون دیگران را نمیپذیره. قانون کسی دیگی که ضد قانون الله باشه این نمیپذیره و بالای خود و خانواده خود تطبیق نمیکنه. ششم قسم توحید در نامهای الله هست. توحید در نامهای الله است که الله متعال نامهایی داره که هر نام الله امو صفت هم داره، یعنی این اسماء و صفات میگن. به خاطر ازی که تنها نام نیست، او صفت هم داره. مثلا اگر نام الله سبحانه و تعالی الخالق است، صفت خلق کردن هم الله متعال داره. اگر نام الله سبحانه و تعالی الرحمن است، صفت رحمت هم الله داره. و دیگه این اسماء الله الحسنا هست، یعنی نامهای نیک است، نامهایی که کمال عظمت الله سبحانه و تعالی را بیان میکنه و این نامها را نباید با نامهای مخلوق تشبیه بکنیم. یک انسان است مثلا یک نام داره، شما یک کسی را ببینید نامش است شجاع، ولی شاید این شجاع نباشه. یک کسی دیگر ببینید بسیار نامش است زیبا، اما شاید خودش زیبا باشه یا نباشه. اما نامهای الله مثل نامهای مخلوقات نیست. نامهای مخلوقات نقصان داره. یک نفر نام خود بسیار هوشیار میماند، تخلصش هوشیار است، اما وقتی که ببینی از پیشش بسیار کارهایی میشه که دلالت به هوشیاری نمیکنن. پس ما مسلمان ها میگیم که نامهای الله همون نامهایی است که به جلال و عظمت الله شایسته هست، نامهایی است که در پالویی که نام است صفات الله هم است او و این نامهای کامل است، الحسنا هست. بنابراین به شکل الله سبحانه و تعالی نمیشناسیم و در همین 6 بخش ذات الله متعال در ذاتش، صفاتش، افعالش، عبادتش و اطاعتش و نامهایش. بعضی کسان نامهای الله را مثلا از الله لات جور کرده من، اله لات مؤنث ساخته، مثلا از عزیز عزا ساخته بودن. این باز الحاد و شرک در نامهای الله میگن که الله متعال ما و شما را توفیق بکنه که از او خدا نجات بتیم. این بود درس امروزی ما و شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.